گزارشگران مخصوص و کارشناسان سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. این گروه که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار میکنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند به اطلاعات و گزارشات درباره پایمال شدن حقوق 9 خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازند. نامه هفته گذشته نشر شد. همکارم زرانگیز نوروزشاه به متن نامه شناس شده است. زرانگیز، این گزارشگران دقیقاً کی را در نظر دارند؟ بله مومین، آنها از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران عبدالستار پیرمحمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوقیبک سعیدامینی، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع منوچهر خالق نظرов، فراموز ایرگاشев و فعال مدنی الفت خانم محمدشایوا اظهار نگرانی کردند. این افراد پس از مهمه سال 2022 در مرافعه‌های اساساً پوشیده به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران گفتند حقوق آنها در بسیاری از مرحله‌های تفتیش و محاکمه زیر پا شده است. از جمله دلیر امامعلی را که بلاگ‌های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش‌های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایوا و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت‌های پامیری هم نامیدند، اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه‌های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایوا را بعد ناآرامی‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خاروق و روشان و گناه‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. گزارشگران مخصوص و کارشناسان سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند در مورد این پرونده ها به سوال‌های مشخص پاسخ دهند. سپاس زرانگیز. آیا می شود گفت که این نامه به دست مقامات تاجیکستان رسیده است و پیام اصلی آن چی بوده می تواند؟ بله، نامه حتما باید رسیده باشد مومین، چون هنوز 12 می فرستاده شده است، اما متن آن هفته گذشته چاپ شد و منظور از چاپ شدنش یادآوری است که مقامات باید به آن جواب دهند. پیام اصلی این است که بعضی از این افراد زندانی را غیر قانونی و خودسرانه دستگیر کردند که ضد تمام قانون‌های خود تاجیکستان و معیارهای بین المللی است. از سوی دیگر عیب‌نامه‌های رسمی به مانند افراطگرایی و اکستریمیسم در دادگاه اثبات خود را نیافتند. به قول کارشناسان سازمان ملل، این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیام ترسناک به حامیان حقوق در کشور می‌فرستد که کارشان را باز دارند وگرنه تنبیه سخت می‌گیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می شود. حکومت تاجیکستان هنوز به این نامه پاسخ نداده است. از لحاظ حقوقی نامه سازمان ملل بلندترین سطح تنقیدهای حکومت به سرکوبگری دیگراندیشان در حال حاضر است. سازمان‌های دیگری بین المللی همین تنقیدها را کردند و می‌کنند. تشکر زرانگیز. به برنامه خبر دیگر می‌گذاریم.